نمیفهمم چرا باید برای زندگی روی سیاره‌ای که توش به دنیا آمدیم پول بدیم. یه لحظه بهش فکر کن. وقتی اولین نفسو کشیدی مگه قراردادی امضا کردی؟ مگه قبول کردی که یه جایی از زمین رو اجاره کنی؟ پس چرا هرچی لازم داری برای زنده موندن مثل غذا، آب، زمین همشون قیمت داره؟ و سوال اصلی اینه که اصلا داریم به کی پول میدی؟ کی تصمیم گرفت که صاحب زمین باشه، آب و منابع رو مال خودش بدونه؟ کی یه روز وایساد و گفت همه اینا مال منه و شما واسه زنده موندن بهم بدهکارین؟ حالا به اون آبی نگاه کن که بیشتر سیاره رو پوشونده، از آسمون میباره و واسه زندگی لازمه. اگه یه عده دارن از بیابی میمیرن، به جای اینکه میلیاردها دلار خرج جنگ کنیم، میتونیم کارخونه های آب شیرین کن بسازیم و به همه آب برسونیم. این فناوری هست، ولی استفادهش میکنیم؟ نه. چون اگه مردم بتونن خودشونو تأمین کنن دیگه قابل کنترل نیستن. واقعیت اینه، کمبود یه دروغه، هم غذای کافی هست، هم زمین، هم منابع واسه هممون. ولی اینکه مردم نیازمند دولت‌ها نباشن، شرکت‌ها و بانک‌ها قدرتشون رو از دست میدن. واسه همین میان جنگ درست میکنن، طوری برنامه میریزن که تو همیشه درگیر کاری، همیشه خرج کنی و همیشه یه چیزی کم داشته باشی. تو فقط پول زندگی رو نمیدی، داری واسه موندن تو قفس خودت پول میدی.